سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز می گیرند. با شما برای کار روزتون بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم شما خوب هستید. نواری که در اول دیدید ما در این باره نوار کرده بودیم، یعنی در نوار گذشته گفتیم که به شوهر برآمدن یک دختر تاجیک در شهر مسکو با یک جوانی هندوستانی. متاسفانه این نواری ساخته نیست، زیرا نواری ساخته چنین نوارها را پورا نمیگذارد. این رقص و بازی هایی که شما در اول دیدید و حاضر دیده اید، این زنها و جوانها یک گروه مردمی تاجیکستان است. شاید شهروندی روسیه را داشته باشند. برادرای عزیز، این حال به هر یکی ما و شما معلوم است که در سامانه های اجتماعی ما دیدیم، چندین نوارها را دیده ایم و اینچنین به شوهر برآمدن دختران روس با مهاجران هندوستان علاقه آغاز کار است. بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال علاقه نسبت مهاجرانی که از هندوستان به روسیه داخل شدند، چگونه که امروز مردم تاجیک، امروز مهاجران تاجیکستان، ازبکستان رفتاری بد می‌بیند از سوی شهروندان روسیه. حالا مدت نگذشته، علاقه 1 سال نگذشته، نسبت مهاجرانی که نو آغاز داخل شدن به روسیه کرده ایستادند آغاز می شود، شروع می شود. خب دوستان، موضوع رو به همین نوار امروز زمان گذاریم، یعنی که به شوهر برآمدن یک دختر تاجیک به شهروند هندوستان در فدراسیون روسیه و اینچنین یک دختر ازبکستان نیز به شوهر برآمده است. اکنون چه گفتنی هستم با این مقصد و نوارهای خود؟ خداوند خوشه پیرشان کنه. اگر با مقصد خوشبخت شدن، با مقصد عائله را دائمی یا که تا ابد نگاه داشتن شوهر کرده باشد، خداوند خوشبختشان کنه. دیگر از دست بنده چیزی بر نمی آید. زیرا چندین زنها، چندین دختران، چندین جوان دختران تاجیکی خودمان در فدراسیون روسیه از دست بعض ناخلف، از دست بعض نامردانی که میگویند ما تاجیک هستیم پایمال شدند. دعوت میکنند، با واسطه اینترنتی شناس میشوند، نمیدونم چی گروپ ها هست. وقتی که شناس شدند دعوت میکند به فدراسیون روسیه، از تاجیکستان به روسیه میرود، دختری بیچاره استفاده میبرد، مدت بعدا او را پرتافته میرود. این به کجا راست می آید؟ این به عقل انسان هیچ راست نمی آید. این بار اول نیست، ما چندین بارها در این باره نوار کرده بودیم. چندین دختران تاجیک را، چندین زنهای تاجیک
چندین اپا و خواهرای ما در همین شهر مسکو غریب شدن، تنها موندن، بیچاره شدن. وقتی ای و پرسان میکنیم که سبب چی، میگه فریفته یک جوان شدم. وقتی که شما زن تاجیک یعنی که اپا و خواهرایی که مثال در همون روسیه میروند، میبرین، کار میفرمونین، استفاده میبرین، دیگر کارها میکنین، وقتی ایهوداش نمیبروین، بمانین این دخترها کسی در شوهر میکنه، قزاق ده، خیتای ده، قرغیز ده، ازبک ده، تاجیک ده، لبای کس ده اگر شو کنن کده رفتن میگیرن. برای چی؟ برای که امروز بعضی زنها متاسفانه ای دست بعضی همه نامردای زمانی حاضره شکست خوردن، عذاب دیدن، رنج کشیدن. هرچی دختری توجیک با یک شهروند هندوستانی شو کده، عیب نیست، عیب نیست، خوش به حالش. عیب بر ما و ته که نمیتونیم خوشبختشون کنیم، نمیتونیم مقصد زندگیشون پیش بریم، نمیتونیم حیاتشون تا آخر بریم. با خدا قسم بعضیات زن دارین، بعضیات 3-4 فرزند دارین، پلیبوم هر یک کارو را کرده هستین که 100 آفرینی بعضی زنها که اینقدر خیانت و عذاب و رنج و شکنجه شما را دیده طاقت میکنه. اپا و خواهرایی که در شهر مسکو غریب، در شهر غربت هستین، با شما همین توصیه میتونم اگر همین صدای ما به گوش شما برسه، کسی را که یافتین او شما را دوست داشت، کدام ملت نباشد فرقش نیست. چیم ای دستی این بعضی جوانهایی که امروز شما شکنجه خوردین، عذاب کشیدین، رنج کشیدین، فریب خوردین، استفاده تان بردن، کدام ملت باشه اگر شما را دوست داره، شما را خوشبخت کرده بتونه شوهر کنین. شوهر کردن یگان جوی عیب و نقصان و کمبودی نداره. عیب به همون انسان هایی که شما را ببخت کرد، به همون انسان هایی که شما را از حیات محروم ساخت. 100 حیف و حیف و حیف بر آنها باشه، نه بر شما. خوشبختی شما در دست خود شماست. انتخابی درست کنید، شوهر میکنید، زن میگیرید، خواه به تاجیک باشد، خواه به هند باشد، خواه به ارمن باشد، خواه به دیگر، عاقبت کار را فکر کنید، زیرا که در زمان قرار دادیم که دروغ در جای اول میستد. فقط برای یک چند وقت لحظه خوش استراحت بردن، استفاده بردن با شما سخنهای شیرین جمع میزنند. عسل میشوید، شکر میشوید، جگر میشوید، جان میشوید، خرمته مرمته میشوید. بعد از گذشت چند وقت میدونید شما را چی میگویند؟ تو اگر آدمی خوب میبودی به یک سخنی من باور نمیکردی، تو به عقل هستی. این جمله ها را به شما میگویند. در همین حالت در انتخاب بخت خود درست انتخاب کنید، فکر کنید، بعد همش خوب میشود ان شاء الله.